از نو فرمودن یو 1:11 رسیدیم و لباس شخصی همه کپ بودن، کما بودش بغل دستی. میگفتن هفته اول فقط سختی، ولی فکرها بیرون بود و نداشت تاثیر. اوضاع روال بود تا وقتی برپا زدن به خط کردنمونو بهمون که حرفا زدن که نامه ندادیم بیای فدایت شوم. پا میخوابی 4 ساعت نهایت فقط نور مهتابی زد مثل سیخ تو چشمام، حواله شد به ارشد سیر تو دلها با اون صدای رو مخش و ای رو تش. حتی شوخیش قشنگ نبود ای تو مرساد. 2 هفته گذشت با ول و عمالی، هنو پالتوش تنش بود دلیت دادی. هفته سوم گذشت خودش چند سالی، بنر یاد بود پر شده یادگاری. لم داده سواری پای تیوی، مهرپور رفته بگیره کامریزی. رامشانی سرحال یه فاز ایزی، به زاده داره میکشه یه تی خیسی. مثل همیشم سیده کرده ترک پست، ایزدیه میکنه اصرار رپ بکن. نظریم طبق معمول سمت رکدم نویگر همیشه میومد دست پر. بازگیرم طبق معمول بی پلنه، دستشویی هرکی باشه می جیک بزنه. هستی تو اما رگ نصیری تیک بزنه، یکی کمه کیه سلیمی جیم بزنه. میاد ارفان ادر تو وزتان چونه، یه باکس در اومده از یزدان تو کوله. مثل زلفقاری بودش توی مرام نمونه، دوره هم جمع شد شکور تتل بخونه، شکور تتل بخونه.